اگه از خداوند ثروت و فراوانی میخوای بگو یا غنی و یا رزاق. اگه از خداوند خونه یا سرپناهی میخوای بگو یا مالک الملک. اگه از خداوند شفای بیمار و سلامتی میخوای بگو یا هو الشافی. اگه از خداوند غلبه بر دشمن و پیروزی میخوای بگو یا فتاح و یا جبار. اگه از خداوند بخشش و لطف الهی میخوای بگو یا غفور و یا رحیم. اگه از خداوند خوشبختی و سعادت میخوای بگو یا عظیم و یا کریم. اگه از خداوند برای عزیزانت حفاظت میخوای بگو یا ولی و یا حفیظ. و اگه از خداوند اجابت همه دعاهات رو میخوای بگو یا ذوالجلال و الاکرام.